سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه از مجموعه ما. من امیررضا هستم و امروز قراره درباره صرافی KCX صحبت کنیم و بهتون یاد بدم چطوری اپلیکیشن رسمی KCX رو از جاهای معتبر دانلود کنید. دوستان اگر دنبال یک صرافی مطمئن و حرفه‌ای برای معاملات کریپتو هستید، KCX یکی از بهترین گزینه هاست. خیلی خوب، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش یه خبر خوب براتون دارم. اگر میخواید تو KCX ثبت نام کنید، حتما از کد رفرال اختصاصی مجموعه KCX پرشین استفاده کنید. با این کد که در تصویر مشاهده میکنید و هم لینکش در کپشن هم هست، میتونید از مزایای ویژه‌ای مثل تخفیفات کارآموزی و بونوس‌های جذاب بهره مند بشید. بریم سراغ آموزش. برای دانلود اپلیکیشن صرافی KCX ابتدا وارد مرورگر خودتون بشید. بعد در قسمت سرچ kcx.com رو جستجو میکنید. حتما حواستون باشه این لینک رو درست وارد کنید. بعد از این وارد صرافی KCX میشید. در این قسمت شما به دو روش میتونید صرافی رو دانلود کنید. اگر این گزینه پایین دانلود KCX براتون نمایش شده نشد، روی سه خط بالا سمت چپ کلیک کنید و گزینه دانلود ها روی گزینه گوگل پلی مستقیما دانلود کنید و مستقیم وارد گوگل پلی میشه و در این قسمت میتونید نسخه رسمی صرافی رو دانلود کنید. روی گزینه اینستال کلیک کنید، صبر میکنید تا نصب بشه. خیلی خوب دوستان، نصب با موفقیت انجام شد. روی دکمه اوپن کلیک کنید و وارد اپلیکیشن KCX بشید. خب این فضای صرافی KCX هستش و اگر شما در صرافی اکانت دارید، میخواید وارد اکانتتون بشین یا اگر قصد ثبت نام در صرافی رو دارید، روی گزینه لاگین و ساین آپ کلیک کنید و در این قسمت به راحتی میتونید وارد اکانت خودتون یا اکانت بسازید. یه بار دیگه یادآوری میکنم اگر هنوز تو KCX ثبت نام نکردید، حتما از کد رفرال مجموعمون استفاده کنید تا از مزایای ویژه تخفیفات کارآموزی در معاملاتتون بهره مند بشید. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگر سوالی مشکلی در مورد اکانت KCX دارید، حتما زیر این ویدیو کامنت بذارید. همچنین میتونید ما رو توی آپارات یوتیوب دنبال کنید تا آموزش‌های جدیدتر رو با خبر بشید. تا آموزش‌های بعدی موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.